بینندگان عزیز اخبار 85% 2030 خوش آمدید. در شروع سری میزنیم به سطح شهر و از شرایط خوب زندگی مردم در سایه اقتصاد مقاومتی و سال جهش تولید گزارشی رو میبینیم. با ما همراه باشید. سلام همشهری. از اینکه کمبودی در رابطه با گوجه فرنگی در کشور نداریم و به وفور پیدا می شود، آیا شما مشکل خاصی دارید؟ گوجه فرنگی چی هست؟ آهان اون که مدل برش خوردهشو میذاشتن لای ساندویچ. گوجه فرنگی از اسمش معلومه که باید نسلش منقرض بشه. اصلا غرب زده تعاجب فرنگی. الان چند سالی هست که تلگرام فیلتر شده. از زمان فیلتر شدن تلگرام میزان رضایتمندی شما از زندگی چقدر شده؟ با سلام، لعنت به تلگرام، لعنت به اینستاگرام، لعنت به همه شبکه‌های اجتماعی که هر چی داشتیم و اما گرفت. الان شما نگاه کن، وقتی تلگرام فیلتر شده مشکل ریزش موهای ملت هم حل شده. قد جوونامون هم بلندتر شده، همشون اصلا زیبا شدن. من الان با گوشی موبایلم گردو و هشت زردآلو میشکنم که خیلی هم مفیدتر شده. ببینید مگه سیگار ضرر نداره؟ که داره. مگه سیگار فیلتر نداره؟ که داره. همونطور که برای سیگار فیلتر میذارن، اینترنت هم پس فیلتر میخواد دیگه. چی گفتم؟ همونی که گفتم. و از مسئولینم تشکر میکنیم که با فیلتر کردن تلگرام و اینستاگرام میخوان جمعیت بیکارهای کشور رو به 80 میلیون برسونن. با تشکر. شما به عنوان یک شهروند خوب روزی چند ساعت برنامه‌های مفرح و جذاب و خوب صدا و سیما رو نگاه میکنید؟ با سلام به همه مسئولین و دستاندرکاران زحمتکش تلویزیون. والا از دست هم در رفته. بهتر بود میپرسیدید که تماشا نمی کنید. من حتی وقتی که خواب هستمم به احترام تلاش برنامه سازان صدا و سیما تلویزیون رو تا صبح روشن میذارم. به هر حال خیلی واسه ما زحمت میکشن و به احترام برنامه‌های بی‌مزه‌شون هم که شده باید از رسانه ملی حمایت کردش. یه سوال اقتصادی. به نظرتون چرا قیمت دلار اینطوری سیر صعودی گرفته و خیال پایین آمدن نداره؟ بالا رفتن قیمت دلار و گرونی که مشکل ما نیست. مگه ما دلار داریم که نگران قیمت اون باشیم؟ این مشکل آمریکاست که دلارش هر روز بالا میره و امیدوارم که مسئولین زحمت کش ما بتونن قیمت ریال و تومان رو هر روز پایین بیارن تا به همه جهان نشون بدیم که چقدر ارزونی تو کشور ما هست و قیمت پول ما به صفر نزدیک شده. با تشکر از دولت و صدا و سیما.